همراهی شادمان ریزایف ما استقبال میگیریم. پهلوان 29 ساله صاحب تجربه اسرائیلی حالا به میدان می آید و شادمان ریزایف چمپیون آسیا ورزشکاری امیدبخش تاجیکستان و این پهلوان چمپیون جهان در سال 2019 میان بزرگسالان محسوب می یابد. برنده 4 دفعه مدال طلای مسابقات گرند اسلم، 2 مرتبه چمپیون اروپا شده است، 3 مدال طلای مسابقات گرند پری دارد. نتیجه های ارزندش خیلی زیادند. اکنون رقابت را با جوان 20 ساله تاجیک آغاز میکند. شادمان ریزایف ورزشگری که بر راستی نو قدم های خود را در عرصه بین المللی در مسابقات گرند اسلم و گرند پری میگذارد. جوان 20 ساله تاجیک چگونه هنرنمایی میکند. وضعیت بسیار چون گفتیم که مرکبتر می شود. جدی مناسبت کردنش لازم است در این روند. بگذار ترس باید نباشد. هراس در رقابت ورزشگری تاجیک باید نباشد. نگذاشت در این مورد که بله سگی موک زود به کامیابی نائل گردد. اینجا هم احساس بزرگی وطنداری همه تماشابینان را هم فراگیر است و شادمان باید سزاوارانه در مبارزه این پهلوان هم از خود متانت و هنر والا نشان دهد. بسیار یک جالبیه. ببینید که اکنون نگاهداشت فاصله هر یک حرکتی پهلوان رو هم زیر نظارت قرار دادنش مهم است. بله به هر دو پهلوان برای کشمکشی که دست فشاری کردن شید داور. چمپیون آسیا میان جوانان دکمبر سال 2021 این نتیجه شایسته پهلوان ما محسوب می‌یابد و در جام آسیا میان نورسان هم مای سال 2017 پهلوان ما برنده مدال طلا شده بود. 2019 هم قبلا در مرحله نهایی چمپیونات آسیا و اقیانوسیا شرکت کرد اما جای دوم را گرفت. 3 دستاوردی شایسته پهلوان ما. قدم نخستینش در عرصه بین المللی و روبرو شدن با پهلوان شهرتیار سیاره سگی موکی کار سهل و عادی هم نیست. امتیاز را ورزشگری ما اکنون در این جریان خیلی جالب و جاذب. ببینید که هر یک لحظه حساس، هر یک فرصتی که اینجا واقعا هم تاریخ داد دیگر بار ثابت کرد. چندین کارشناسان اینجا بیان سخن کردند که شما شادمان ریزایف را با نگاهی کم نبینید و زری بهاگذاری کردن ایپان را اینجا هم اکنون انکار کردند. چه حالتی که به عمل آمد واقعا هم احسن میگویم با جوان مرد 20 ساله تاجیک در مقابل یک تن از پهلوانان شهرتیار سیاره سزاوارانه دلپرانه و آن همان احساس شایسته وطنداری را درک کرد و یک پرتابط عالی را انجام داد که با پهلوان میزبان بعد این کار فکری داور را هم اکنون در کنار ماندن و از ایپان کار به اشاره وزری شد. سر هر حرکتی ورزشگری ما اینجا هم واقعا هم بیشتر و زیادتر فلسفه غنی جدا نهفته است. سگی موک این کار را اکنون در این روند دیگرگون انجام داد. صد افسوس چی باید کرد. حالتی که خیلی هم جالب و جاذب بود برای تمام تماشابینان تلویزیون ورزش مردم شرفمند تاجیکستان که شادمان ریزایف در حقیقت سگی موکی را آنچنان پرتافتی انجام داد که بدون شبهه داور اینجا هم به او امتیاز داد، امتیاز پان داد و بعدا بعدی آن تصدیق و اشاره کارشناسان اکنون این حالت رنگ دیگر گرفت و سگی موکی در این جریان از اشتباه پهلوان ما استفاده کرد و دست بالا شد. جالب ترین فرصت بود. من این باخ را هرگز ناکامی شادمان نمی حسابم. در حقیقت هم جوان 20 ساله تاجیک آنچنان استعداد نشان داد که در قدم